شوگون کیه؟ هاتاموتو چیه؟ ماریکو کیه؟ 5 حاکم کجا هستن؟ چرا انگلیس توی ژاپن نبود؟ هیچ کشتی انگلیسی نمیتونست به ژاپن برسه، ولی کشتی‌های پرتغالی به ژاپن میرسیدن. اگه جواب این سوالا رو میدونی، اگه شخصیت‌های سریال رو میشناسی، ویدیو رو تقسیم بندی کردم، بزن جلو، شروع داستان رو ببین. اگه نمیدونی، چند دقیقه با من همراه باش تا اول شخصیت‌های داستان رو بهت معرفی کنم، با فضای اون زمان ژاپن آشنات کنم، جواب این سوالا رو بهت بدم، بعد داستان رو با هم شروع میکنیم. سلام، خوش اومدید به FCM 360. شوگون یا شوگان، کدومش درسته؟ ببینید، شوگون یک کلمه ژاپنیه و به معنای ژنرال هست. البته جلوتر توضیح میدم دقیق‌تر که شوگون کی هستش، ولی خب از اونجایی که غربی ها نمیتونن این کلمه رو درست تلفظ کنن، بهش میگن شوگان. هاتاموتو کیه؟ ببینید، توی جنگ همونطور که رو عکس واسهتون مشخص کردم، یک تعدادی سرباز ویژه بودن که اینا پرچم دار بودن و جلودار حرکت میکردن. به این میگن هاتاموتو. ژاپن در طول تاریخ خودش همیشه درگیر جنگ‌های داخلی بود که منجر به شکل گرفتن سامورایی ها میشه. سامورایی ها امنیت رو به ژاپن برمیگردونن و رهبر سامورایی ها که بالاترین فرد نظامی محسوب میشه رو بهش میگفتن شوگون. الان ترجمه شوگون از ژاپنی به فارسی میشه ژنرال، ولی چون هر کشوری ممکنه چند تا ژنرال داشته باشه، این ترجمه دقیق نیست و حق مطلب رو ادا نمیکنه. شوگون در واقع معادل فرمانده کل ارتش ژاپن بوده، ولی امپراتور نبوده. خب شاید بپرسید چرا دیگه؟ اون که قدرت رو به دست میگرفته، خب امپراتور هم میشده. به خاطر اینکه ژاپنی‌ها معتقد بودن امپراتور یک مقام الهی هست و از طرف خدا تعیین میشه، نمیشه که امپراتور رو برداری. هنوز هم البته ژاپنی‌ها امپراتور دارن. اون زمان قدرت اول و آخر کشور شوگون بوده و این شوگون سالاری در واقع یه جور دیکتاتوری نظامی بوده که سال 1500 آخرین شوگون حکومتش تموم میشه. داستان ما در سال 1600 روایت میشه، جایی که امپراتور ژاپن مرده و ولیعهدش یه پسر بچه است. در نتیجه حاکمان مناطق مختلف میخوان حکومت رو خودشون به دست بگیرن. 5 تا حاکم داریم که 4 تاشون با هم یه تیمن علیه یکی دیگه، که اون یه نفر توراناگا هستش که آدم خوبه داستان ماست. یه دونشون کیاما هست، یه آدم طمعکار و موذی. یه دونه دیگه شون سوگیاما هست که پولدارشونه. یه دونه دیگه شون اونو هست که جزام داره و ایشیدو که ایشیدو گنده اون 4 تاست. توراناگا پادشاه وفاداره و میخواد پسرش که جانشین پادشاه هست به قدرت برسه و دنبال برکنار کردنش نیست. این 5 تا حاکمی که معرفی کردم رو نقشه نشون دادم که هر کدومشون به کدوم قسمت ژاپن حکومت میکردن. اون 4 تا با هم علیه توراناگا هستن و داستان از این قسمتی شروع میشه که تحت حکمرانی توراناگا هست. حالا ببینیم تو ژاپن کی به کیه و اون زمان چه خبر بوده. ببینید، از قدیم انگلیس، اسپانیا و پرتغال دریانوردای ماهری بودن. دایره قرمز اسپانیا و پرتغالن، اون دایره آبی انگلیس، سبز هم که ژاپن. رو نقشه هم اگر دقت کنید این کشورها دور تا دورشون ها به طبیعتاً نیرو دریایی قوی داشتن. به خاطر همین نیرو دریایی قویشون به همه جای دنیا سرک کشیدن، مستعمره هم زیاد داشتن. این دوره اسپانیا و پرتغال ژاپن رو پیدا کردن و از انگلیس مخفیش کردن. حالا چطوری پیدا کردن؟ این مسیر قرمز رنگی که میبینید مسیر دریایی هست که باید میرفتن. اینو یه دریانورد اسپانیایی که واسه پرتغال کار میکرده به اسم ماژلان کشف کرده. پرتغال و اسپانیا
این مسیر قرمز رو از انگلیسی ها مخفی می‌کردن. بعد اون زمان هم مثل الان نبوده که این سر دنیا تو اون سر دنیا رو بشه بلد نبودن چطوری برن و بیان. این خط مشکیه رو اگه مقایسه کنید با اون مسیر قرمزه، خط مشکی مسیر اروپا تا امریکاست. ما داریم در مورد سال 1600 حرف میزنیم، یعنی 150 سال بعد از این تازه بشر متوجه شد که قاره‌ای به اسم امریکا وجود داره. یعنی اون زمان این مسیر مشکیه رو بلد نبودن برن. داستان ما در مورد این مسیر قرمز است. پرتغال و اسپانیا طبیعتاً توی ژاپن کلی پول در آورده بودن و با هم توافق کرده بودن که ژاپن واسه پرتغال باشه. حالا چرا از انگلیس مخفی کرده بودن؟ به خاطر اینکه اولا اینا رقیب اقتصادی بودن، دوما اینکه با هم جنگ داشتن، جفتشون کشورهای استعمارگری بودن. طبیعتاً اون یه مستعمره واسه خودش پیدا کرده اونور دنیا، نمیخواسته به اینا خبر بده. و اینکه پرتغالیا و اسپانیا تو خود ژاپن علاوه بر تجارت از دشمنی چین و ژاپن اینا کلی استفاده کرده بودن. چین و ژاپن با هم دشمن بودن، در نتیجه مبادله مستقیمی اقتصادی با هم نداشتن. اینا رفته بودن خودشون انداخته بودن وسط این دوتا کشور، جنس می آوردن و از این آب گلالود حسابی ماهی گرفته بودن، کلی پولدار شده بود. انگلیس با پرتغال و اسپانیا با هم یک اختلاف خیلی بزرگ دیگه هم داشتن. انگلیسی ها مسیحی پروتستان هستن، اسپانیا و پرتغال مسیحی کاتولیک. سیستم استعمار به این شکلی که زمانی که اینا میرفتن یک جایی رو اشغال میکردن، میومدن از طریق گسترش دین خودشون اونجا شروع میکردن مردم اونجا مسیح کردن. زمانی که توده مردم با خودشون همراه میکردن، اینا میتونستن که حاکمان اونجا رو کنار بزنن و حاکمان خودشون رو سر کار بیارن. تو ژاپن داشتن حاکمان مسیحی کاتولیک رو سر کار می آوردن و نمیخواستن که انگلیسی ها بیان اونجا و پروتستان ها به قدرت برسن. حالا بهتر متوجه میشیم که چرا فیلم با یک کشتی که تو دریا گم شده و بیشتر آدماش از گرسنگی مردن و بدبخت و بیچاره به ژاپن میرسن. چرا با یک همچین فضایی شروع میشه؟ چون که راه رو بلد نبودن، قبلی ها همه تو این مسیر مرده بودن و جان بلکستورن با استفاده از یک کتاب راهنمایی اسپانیایی، همون کتاب ماژلان، با استفاده از اون اولین ناخدای انگلیسی است که به ژاپن میرسه، در شهری به اسم آجیرو، همون قسمتی که رو نقشه نشونتون دادم. با دونستن این اطلاعات حالا با هم بریم داستان رو شروع کنیم. زمانی که کشتی انگلیسی جان بلک به ساحل ژاپن میرسه، سربازای ژاپنی وارد کشتیشون میشن و اونا هم که گشنه و داغون اسیر میشن. 5 تا حاکم داشتیم دیگه. جان بلک شانس میاره که توی منطقه‌ای کشتیشون به ساحل میرسه که ارباب‌های اونجا تحت حکومت حاکم توروناگا بودن. جان بلک وقتی اسیر میشه، یه کشیش کاتولیک میارن که حرفاشو ترجمه کنه و جان باش دعوا میشه. خب طبیعیه دیگه، جان انگلیسی بوده، اون پرتغالی، جان پروتستان هستش، اون کاتولیک، حسابی با هم سنگ و شیشه. دعواشون میشه و جان صلیب کشیش کاتولیک رو میگیره، میندازه زمین، با پا میره روش. از این حرکت ژاپنیا میفهمن که اینا با هم مشکل اساسی دارن. حاکم توروناگا که همه جا جاسوس داره، قضیه به گوشش میرسه، میخواد که جانو ببرن خدمتش. این خانم که میبینید کوکو هستش، یکی از معروف ترین روسپیای ژاپن. اربابشون از تماشا کردن لذت میبره، اینا هم واسش لایو اجرا میکنن. حاکم توروناگا قبل از رسیدن زندانیش که همین جان باشه، ماریکو رو صدا میزنه، میگه که زندانیم اومد، تو ترجمه کن.
ماریکو کیه حالا؟ حاکم توروناگا یک معاون داره، ماریکو عروس اونه و این به خاطر اینکه کاتولیک هستش از پرتغالیا انگلیسی حرف زدن رو یاد گرفت. اون زمان به خاطر اینکه تو ژاپن اصلا خبر نداشتن جایی به اسم انگلیس وجود داره، به این زبونی که اینا صحبت میکردن میگفتن پرتغالی. Good morning, señor. I am to be your interpreter for today. زمانی که جان بلک میاد خدمت حاکم توروناگا، خب بگو ببینم کی هستی؟ اینجا چی کار میکنی؟ اومدی چه غلطی بکنی؟ چی میخوای؟ عروس معاونش هم که ماریکو باشه، اونم میذاره که حرفاشو ترجمه کنه. جانم شروع میکنه به حرف زدن که آره ما انگلیسی هستیم، اروپا فقط انگلیس نیست، این پرتغالیا کشور ما رو از شما مخفی کردن و اینکه اومدن اینجا ژاپن رو مستعمره خودشون بکنن. اونا اینجا رو مال خودشون میدونن. پرتغال و اسپانیا یواشکی کلی پایگاه نظامی زدن توی منطقه به اسم ماکائو. پرتغال اومده کلی کشیش فرستاده برای اینکه توده مردم رو کاتولیکی کنه، برای اینکه از همراه کردن توده مردم با خودشون بتونه هر جای میره حاکم رو عوض کنه، یه دونه آدم از خودشون به عنوان حاکم اونجا قرار بده. و اینکه ملکه من میخواد با کشور شما متحد باشه و انگلیس و ژاپن دو تا کشور دوست با هم باشن و اینکه ما با شما دشمنی نداریم. این خطی ها که جان داره رو ماسا میکشه داره همون چیزایی که من رو نقشه بهتون نشون دادم و بهش میگه. اون مسیر قرمزه و تنگه ماژلان و اینکه کجای دنیا قرار داره انگلیس، ژاپن کجاست، چقدر با هم فاصله دارن و چطوری اومدن اینجا. منتهاش من واقعا نمیدونم که کارگردان چطور انتظار داشته که بیننده با دیدن این خطی ها رو ماسه متوجه بشه که کی به کی و چی به چیه. بعد از شنیدن حرفای جان، حاکم توروناگا که آدم عاقلی هستش فوراً یه چیز تو ذهنش جرقه میزنه. حاکم توروناگا میدونه که اون 4 تا حاکم دیگه‌ای که دشمنش هستن 2 تاشونو کلیسا خریده. جانم که با کلیسا مشکل داره. در نتیجه کلیسا میخواد که جان از بین بره و حاکم توروناگا میتونه با استفاده از دشمن کلیسا بین اون 4 تا حاکم دیگه تفرقه بندازه. اینطوری میتونه که دشمناشو از سر راه برداره، چون فقط زمانی میتونن توروناگا رو از مقامش کنار بزنن که هر 4 تاشون با هم نظر باشن. کلیسا از طریق کشیش هایی که داره متوجه میشه که جان بلک انگلیسی اومده و سریعا احساس خطر میکنه، چون منافع پرتغال و اسپانیا زیر سوال میره. از طرفی اون میاد لو میده که اینا اینجا دارن چی کار میکنن و از طرفی یک رقیب اقتصادی میشه و ضمن این که اختلاف مذهبی هم با هم دارن. سریعا میخواد که نقشه ترور جانو بکشه و حذف فیزیکی کنه جان بلکو. طی نقشه ترور جان بلک توسط کلیسا جان زخمی میشه ولی نمیمیره. یه زن نینجا میفرستن که جان رو بکشه ولی خودش کشته میشه. نینجاها مدل خاصی از سامورایی ها بودن که کسی نمیدونسته اینا سامورایی هن. هویت سامورایی بودن خودشون رو مخفی میکردن. به این دسته از سامورایی ها میگفتن نینجا. زمانی که جان بلک زخمی میشه دکتر میاد زخمش رو معاینه میکنه، به ماریکو میگه که این زخم شمشیرش چیزی نیست، خوب میشه، ولی این برای اینکه درمان کامل بشه این پریشونه، این دکتر نمیخواد، شما باید به جان یه زن بدید، زن اگه باش بخوابه اوکی میشه. ماریکو به جان میگه که دکتر گفته که زن واسط بیاریم. جان بلک میگه که نه خیلی ممنون، میل ندارم. بعد ماریکو میگه با زن اگه نمیخوابی نکنه مرد میخوای مرد واسط بیاریم. جان میگه ببین تا ما رو نگردید بذارید از ژاپن برم. بعد از قضیه ترور و دشمنی اون 4 تا حاکم دیگه با حاکم توروناگا تصمیم میگیرن که جمع کنن و از اوزاکا برن. حاکم توروناگا و جان و بقیهشون مخفیانه فرار میکنن از اوزاکا، میرن به منطقه‌ای که حکومت دست حاکم توروناگاست
برمیگردن به شهر آجیرو، همون جایی که اولین بار جان کشتیش اومد تو ساحل. حاکم توروناگا زمانی که داره با جان از شهر اوزاکو فرار میکنه، تو مسیر حاکم کیامو و حاکم ایشیدو بهشون حمله میکنن. جان و توروناگا به همراه بقیه خانوادهشون فرار میکنن به سمت دریا. شوهر ماریکو که یک جنگجوی قوی هستش، آدمای ایشیدو رو معطل میکنه تا توروناگا و بقیه بتونن فرار کنن و خودشونو به کشتی که تو دریا منتظرشونه برسونن. در مسیری که حاکم توروناگا داره از اوزاکا به محل حکومت خودش فرار میکنه، جان بلک تو این رو خیلی بهش کمک میکنه، هم تو خشکی هم تو دریا بهش کمک میکنه و حاکم توروناگا از جان خوشش میاد، تصمیم میگیره که اونو به عنوان یکی از آدمهای خودش قبول کنه و یک مقامی بهش میده به اسم هاتاموتو. هاتاموتو یعنی پرچمدار، کسی که توی سپاه پرچمداری میکنه. یک مقامی داره که اسم اون مقام هاتاموتو هستش. توروناگا از جان بلک میخواد که شیوه جنگیدن انگلیسی ها رو به ارتشش یاد بده، کار کردن با توپ و تفنگ و اینا رو بهشون یاد بده و اینکه جانم میگه اگر که من قبول کنم به شما آموزش بدم، باید کشتی من و آدما بهم پس بدی. خلاصه قبول میکنن و قول و قرار میذارن که این بمونه اونجا و شروع کنه به آموزش توپخانه. جان بلک که حالا یه هاتاموتو شده، حاکم توروناگا یه سری امکانات در شأن مقام هاتاموتو واسش تهیه میکنه. یه خونه بهش میدن با چند تا خدمتکار و یه زن اشراف زاده. به ماریکو هم میگه تو هم تو خونش بمون، واسش ترجمه کن، نقش مترجمش رو داشته باش، همیشه هر جا که میره تو باش باش. اولین روز کاری جان به عنوان آموزش دهنده توپخانه با مقام هاتاموتو با یه چالش جدید شروع میشه. جان میخواد که اسلحه‌هاشو با خودش بیاره بیرون، ولی اونا اجازه نمیدن. جان هم میگه که شما همتون شمشیر دارید. خلاصه دعواشون میشه. ماریکو میاد میگه که تفنگاتو بده به فوجی زنته، حتی اگه بمیرم تفنگا رو نمیده به اینا. خلاصه قبول میکنه، راه میفته با ماریکو میره سر کارش. بعد از یه چند وقت جان به فوجی میگه که من واقعا گاو بودم، ببخشید. بعد اینکه اون تفنگا رو که داده بود دستش هدیه میده به خودش. فوجی هم میره شمشیرای باباشو میاره، میگه که اینجا باعث آبروریزیه، تو آبرو همه ما رو بردی، باید شمشیر ببندی، بدون شمشیر پا میشه میری این ور اون ور، آبرو حیثیت واسه ما نذاشتی. تو این هم دیگه کم کم یه جورایی ماریکو خوشش اومده از جان و همچین بدش نمیاد که با هم رابطه داشته باشن. هر جا که جان میره ماریکو هم دنبالش راه میفته میره. این مدتی که جان زندگی جدیدش رو شروع میکنه، کم کم به ماریکو نزدیک میشه، با هم دوست میشن. ماریکو و زن جان با هم فامیلن. ماریکو زنموی فوجیه. فوجی به گوش ماریکو میرسونه که جان باش رابطه‌ای نداره و خب بغل هم دیگه نمیخوامن. ماریکو هم که همچین بدش نمیاد از جان، میاد با فوجی یه نقشه میریزن، میگن که حالا که این با تو نیست، شب تو بیا اوکی کن، شمع رو خاموش میکنیم، از اتاق بیا بیرون، من برم تو اتاقتو. فوجی هم قبول میکنه، شب میاد شمع رو خاموش میکنه، از اتاق میاد بیرون. ماریکو پا میشه میره تو اتاق خواب جان و باش میخوابه. تو این مدتی که جان داشت به ژاپنی آموزش توپخونه میداد، حاکم توروناگا میره و با یه لشکر برمیگرده و زمانی که میاد
ایشونو با خودش میاره. اینجا ماریکو میفهمه که شوهرش نمرده و زنده. یه شب ماریکو و شوهرش میان خونه جان. اونجا با هم کلی کلکل میکنن و تیراندازیشو به رخ میکشن. نکبت عرق خورده و مست 2 تیر میزنه، یه سوراخ رد میشن. شوهر ماریکو یه پا جونگیه واسه خودش، تیراندازی حرف نداره. یه کتک هم به ماریکو میزنه، میذاره میره. Mariko-sama, get out of the fucking way. فرداش جان میاد به حاکم توراناگا میگه که میخوام برم دیگه، برای همیشه از ژاپن میخوام برم. که وسط حرفاش زلزله میاد، رانش زمین حاکم توراناگا رو میبره زیر خاک. جان و چند نفر دیگه خیلی با عجله میرن و پیداش میکنن، از زیر خاک درش میارن و زنده میمونه. جان برای بار دوم جون حاکم توراناگا رو نجات میده. ممنون از این که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. به محض انتشار جهانی قسمت‌های بعدی سریال خلاصه دوم رو واسهتون آماده میکنم. الان پیشنهاد میکنم که خلاصه سریال سامورایی چشم آبی رو ببینید.